در اینجا مردم برای آب و خوراک و دیگر مواد ضروری اول در شهر چرنیگوف نوبت می‌پایند. در شهری که یک ماه در محاصره نیروهای روسیه بود. ساکنانش میگویند در این مدت هر روز شاهدی تیراندازی و ترکش و حمله بودند. نصف از ساکنان شهر گریختند. صدها نفر فوتیدند، از جمله جوانانی که با سربازان روس می جنگیدند. شکم پسرم از تیر گراناتامет پاره شد. تیر هم خورده بود ولی جنگ را ادامه میداد. سه کارمندان این شفاخانه یا گریختند یا بینشان هستند. متصدیانش میگویند برای شمردن جسدها وقت زیاد لازم می شود. بیناهای استقامتی زیادی ویران شد. خرابه‌ها را پاک نکردند. همچنین در دیات اطراف خانه‌های زیادی ویران گشته است و فکر میکنم که از زیر آنها جسدهای زیادی پیدا کنند. مردم در تهخانه‌ها زندگی میکردند. هفته گذشته نیروهای اوکراین چند شهرک و دهات ولایت کیف را آزاد کردند و روسیه گفت که برای اشغال مناطق شرقی اوکراین تمرکز میکند. سربازان روس را به قتل غیر نظامیان، تجاوز و غارتگری متهم میکنند و اوکراین میگوید که روس‌ها به جنایت‌های جنگی دست زدند. روسیه میگوید که غیر نظامیان را هدف نگرفته است و ادعاهای جنایت‌های جنگی را رد میکند. ماموران امدادی در چرنیگوف میگویند بسیاری از بازماندگان جنگ همه مال و منالشان را از دست دادند. پری روز یک زن آمده گفت که خواجگی کلانی داشته 100 مرغ، 4 خوک و 3 گاو. سربازان روس آمده همش رو کشتند و هیچ چیز نموندند. او میگریست. طبیبان میگویند علاوه بر فقر و مرگ و مجروحی، محاصره سبب آسیب دائمی روانی مردم شده است. با عقیده من مردم اینجا هرگز دیگر احساس امنیت نخواهند کرد، زیرا منتظر تکرار حادثه خواهند بود. این جنگ قطعا ما را دیگر کرد. روز جمعه در شهر شرقی کراماتورسک موشک به ایستگاه راه آهن برخورد و 10 نفر را کشت. مردم چرنیگوف میگویند شدت گرفتن وضع ترسناک است و ممکن است به آنها دیگر باره حمله کنند.